سلام. من وحیدم. مثل همه با رویاهایی توی سرم و فرار از بن‌بست‌های زندگی مسیری رو انتخاب کردم که چالش‌های زیادی برام داشت. ولی امروز تصمیم گرفتم یه کاری بکنم تا شاید بتونم توی مسیری که انتخاب کردم تغییری ایجاد کنم. یادم نمیاد چند ساله که با بازارهای مالی مثل کریپتو و فارکس آشنا شدم، ولی وقتی تاریخچه آموزش‌هایی که نگاه کردم رو مرور می‌کنم شاید مال 7-8 سال پیش باشه. البته اون زمان درکی از واژه‌ای ترید نداشتم. با حرکت کندل‌ها به بالا یا پایین وارد معامله می‌شدم. بعد کم کم به این نتیجه رسیدم که باید شروع به یادگیری کنم و دلیل حرکت‌های بالا و پایین این کندل‌ها رو بفهمم. دوره‌های زیادی دیدم. دوره‌های استادهای خارجی و داخلی که اسمشون برای همه آشناست. نتیجه نمی‌گرفتم و می‌رفتم سراغ دوره‌های بعدی. روش اسمارت مانی ICT و پرایس اکشن که البته از نظر من بهترینش ترکیبی از این سه تاست با زمینه اصلی اسمارت مانی، ولی باز هم نتیجه نداد. با اینکه میدونم مشکل کار همونطوری که همه میگن روان شناسی عدم کنترل احساسات و تسلط نداشتن به خود. شاید در نگاه اول این شکست ها فقط به معنی پولی باشن که از دست رفته، ولی با ادامه شکست ها فرد ضربه بزرگتری میخوره و اون از دست رفتن اعتماد به نفسه. همین باعث میشه فرد وقتی میخواد معامله‌ای انجام بده دچار ترس و اضطراب بشه و با ادامه شکست ها فرد حتی راه درست رو هم فراموش میکنه. تمام آموزش ها و تمام موفقیت ها فراموش میشن و فردی که در گذشته سودهای خوب و معاملات منطقی داشت حالا ضررهای زیاد و معاملاتی بدون هیچ منطقی جای اونها رو گرفتن و مثل یک باطلاق ادامه دادن این مسیر فرد رو بیشتر و بیشتر به سمت پایین میکشه. برای همین تصمیم گرفتم از این به بعد معاملاتم رو اینجا بارگذاری کنم. هم یک ژورنال برای خودم باشه، هم تجربیاتم رو به اشتراک بذارم و هم واسه وجود مخاطب باعث بشه دیسیپلین بیشتری داشته باشم. به امید موفقیت.